بالاخره یکی از اون کرکس‌ها رو میگیرم، یکیشونو میگیرم. نمیدونم چرا اینقدر برات مهمه. احساس میکنم این کار حالمو بهتر میکنه. وای نه، این یه شیر کوچولوه. نخیر، اون که شیر نیست. خب پس بریم جلو ببینیم اون که شیر نیست، پرنده پشمالوه. شکل شیره که. گفتم شیر نیست. بذار دقیق‌تر نگاه کنم. ببخشید. خیلی خب، بذار ببینم با چه موجودی طرفی. یه شیره جونت مادر رو دارم. وایسا، هی تیمون، وایسا، اون فقط یه شیر کوچولوه. خب بالاخره بزرگ که میشه نگرش داریم. خواهش میکنم، قول میدم هر روز ببرمش پیاده روی. اگه چیزا رو پخش و پلا کرد من جمع خودتو پخش و پلا میکنم و تو رو میکنم و منم میشم خلال دندونه. ولی یه روز وقتی قوی و بزرگ بشه ازمون محافظت میکنه. الان گرفتم. چطور بزرگ بشه و ازمون محافظت کنه؟ خوب گوش کن. داشتن یه شیر وحشی در کنارمون ایده چندان بدی نیست.